وقتی همه چیز علیهت به نظر میرسه، وقتی عددها ناامیدت کردن، وقتی خودت رو وسط یه طوفان میبینی، فقط یه سوال مهم وجود داره، اینکه به کجا نگاه میکنی. به خودت نگاه کن، به اون لباس قرمز رنگ توی تنت، به نماد دوخته شده روی سینت، اصالت به جا مونده از فراز و نشیب تاریخ، به دست‌هایی که یکی یکی روی هم قرار میگیرن تا محکم‌تر و مصمم‌تر از همیشه به زمین مسابقه برن، به ساق‌هایی که همین دیروز همه چیز رو بردن و به تیمی که خیلی زود دوباره لبخند رو روی سکوها تکثیر میکنه. ما کنار همین، یه تیم چند میلیون نفری، حتی وقتی برنده نیستیم تنها نمیمونیم. هر بار که پرچم باد رو میشکافه و به پرواز در میاد، صدای ضربان قلبمون به همه دنیا میرسه. هر بار که بقیه فکر میکنن با آخر خط رسیدیم، خط تازه‌ای برای خودمون میسازیم. این عشق ناجی ما در روزهای صورتهای سنگی. این احساس همیشه جلوی غرق شدنمون رو میگیره. ما بر میگردیم و از کلمه حرف میزنیم که یه عمر بهونه بیم و امیدمون بوده. بلند میشیم و اسمی رو فریاد میزنیم که ذره ذره غرورمون به تار و پودش پیوند خورده. اسمی که محال از یادش ببریم و اجازه نمیدیم دیگرانم فراموش کنن که این چه افسانه بزرگیه. پرسپولیس، پرسپولیس ما، گاهی برنده و گاهی نه، اما همیشه روی سکوی اول قلب‌های ماست.